داستانک زیبای مادر دروغگو. مادر پسر 8 ساله ای فوت کرد و پدرش با زن دیگری ازدواج کرد. یک روز پدرش از او پرسید: پسرم، به نظرت فرق بین مادر اولی و مادر جدید چیست؟ پسر با معصومیت جواب داد: مادر اولیم دروغگو بود، اما مادر جدیدم راستگو است. پدر با تعجب پرسید: چطور؟ پسر گفت: قبلا هر وقت من با شیطانی هایم مادرم را اذیت می کردم، مادرم می گفت اگر اذیتش کنم از قضا خبری نیست. اما من به شیطانی ادامه می دادم. با این حال وقت غذا مرا صدا می کرد و به من غذا می داد. ولی حالا هر وقت شیطانی کنم، مادر جدیدم می گوید اگر از اذیت کردن دست بر ندارم به من غذا نمی دهد و الان 2 روز است که من گرسنه‌ام.